идомаи гуфторҳои радиои фарҳанг. шунавандагони азиз, ҳоло аз силсилаи хониши бадеӣ достони устод Садриддин Айнӣ дохундаро шунавед. гуфтори 24. فاصله 14 با قافله وکیل مختار. با کی کار داری داخونده؟ گفته کسی بر بالای کرپچه 4 زانو زده نشسته بود. از کسی که بتگی در گاه سرش را درون کرده گاه بیرون کشیده می ایستاد پرسید: با وکیل مختار چی کار داری؟ من شنیدم که هر کس خواهد همراه وکیل مختار به کوهستان رفته می توانسته است. من هم می خواهم به کوهستان بروم. کسی 4 زانو نشسته زانوی پای راست خود را راست کرده و پای چپ خود نشست و کاغذی را به دست چپ خود گرفته به سر زانوی پای راست خود که وظیفه 4 پایه خط‌نویسی را ادا می کرد نگاه داشت و به دست راست خود قلم را گرفته. نامت چیست؟ گفته پرسید. یادگار. نام پدرت؟ بازار. کجایی می باشی؟ گلابی. چند سال باز اینجا هستی؟ از 10 سال زیاد شد. چیکار میکردی؟ سرباز شدم، گریختم، به زندان افتادم، باز گریختم، باز به زندان و آبخانه افتادم، عاقبت روز انقلاب آزاد شدم. بسیار خوب. خط و سواد داری؟ نه. کاتب دهان خود را به گوش کسی که در پهلویش نشسته بود برده آهسته: نغزی خط و سواد نداشته است، وگرنه با این حسب و نسبی که دارد به جای من به وکیل مختار میرزا شده میرفت. گفت: با خیال کوکنار تو از هر چیز وهم کردن میگیری. با یک خط و سواد هیچ کار کردن نمیشود. ما و تو باشیم سالها کرتک میرزاخانه قشبیگی و قاضی کلان را خورده به اینجا رسیده ایم. تا اینها کار یاد گرفتن نان منی تو را از دهانمان زدا میگیرن که 2 اشتر به زمین میرسد. کارت را کرده گیری چی؟ کاتب باز روی خود را به آن شخص گردانده: به فرقه داخل شده ای؟ معنی این گپ را نفهمیدم. چی گفتن میخواهی؟ یعنی به پارتی کمونیستی در آمده ای یا نی؟ ها، در آمدم. کمونیست بلشویک می باشم. کاتب باز دهان خود را به گوش همنشین خود آهسته: به بالای این همه فضل و هنرش بلشویک هم بوده است. الهی توبه. اولش آن که بلشویک ها در بخارا آنقدر قدر و منزلت ندارند. دوم آن که همین آدم بلشویک شدن که تی چی کار کرده میتواند؟ نه، این تو نگوی شریک. کر و فر جدیدها که هر کدامشان 3 قبط جامعه ابر زیهکلان استرشاهی را از روی پوستین پاچه سیاه پادشاهی بالای هم پوشیده گرفته، مویهای خود را فتیله فتیله نموده، از زیر دستار مسقالی و کلپوشی تاس برآورده دعوای حکمرانی کرده گشتند، بسیار دیر نخواهد کشید. عاقبت کار تماما به دست بلشویک ها خواهد افتید که فرقه بلشویک در پیش بردن کار انقلاب کارها کرده و تجربه ها دیده است. تو به این داخونده به نظری حقارت نگاه میکنی. این درست نیست. خسه خار مبین که به چشمت میخلد. گفتند بلشویک حقیقی از همین پای برهنگان میبراید. روسیه را زیر و زبر کردند، همین پای برهنگانی بلشویک کردند. نیکلای بر این پادشاه را از تخت و بختش جدا نمودند. کرنسکی و طرفدارانش را از مملکت پیش کردند. کاتب باز روی خود را به آن شخص که هنوز دست پیش گرفته راست ایستاده بود گردانده. از دستت چیکار می آید؟ گفته پرسید.
هر گونه مهنتی سیاه باشد میکنم. سیسی یا اسبانی کرده میتوانی؟ میتوانم. بعد از 2-3 روز آمده خبر گیر. من احوالی تو را با کارگزاری وکیل مختار عرض کرده جواب گرفته میمانم. اولهای ماه ینوری سال 1921 هوا در غایت سردی بود. برف میبارید. سرتاسر در و بام شهر قرشی را توده های برف فرا گرفته وی را به یک شهر کوه برفین آورده بودند. اما مهمانخانه حاکم نشین قرغان قرشی چنان گرم شده بود که نشندگان آنجا از سردی هوای بیرون هیچ اثر نمی دیدند. در روبروی این مهمانخانه گروهی از سییسان، عرابکشان و پلته سواران بودند که اینها دسته هیزومی تر را پوف پوف کرده در گرانده به گرم کردن دست و پای خود مشغول داشتند. خدتان جناب آقالق افندی آمده ایستادند. این آواز که از در مهمانخانه از زبان یک پیش خدمت برآمد نشستگان تخت ایوان را بیپا کرد. همه از جای خود خیسته دست پیش گرفته برای احترام جناب آقالق افندی راست ایستادند. در میان اینها تنها یک آدم نخست. وی پای از خنک کرخ شده خوابیده خود را راست گرفت و نتوانسته میمالید که با صدای پردهشت اوی داخونده، آدمی یا حیوان؟ به تو جناب آقالق افندی آمده ایستادم، خیز میگویم. گفتن پیش خدمت نیمخیز شد اما از کرختی پا دوباره به زمین افتاد. هرچی آن وقت جناب آقالق افندی که به تن خود پوستین ناخن پلنگ داشت از پیش ایوان به طرف مهمانخانه گذشته رفت و به فرمان دوباره پیش خدمت دیگر احتیاج نماند. این ترجان کی بود؟ گفته سیسی از دیگری پرسید. مگر نشناختی؟ این همان نورالدین خوجه آقالق است که در وقت امیر اختیار زنده و مرده فقرای قرشی به دست همین آدم بود. گفته آن کس جواب داد. میگویند که کلانان دور امیری را به در این حکومت راه نیست. این آدم چگونه راه یافته است؟ گفته داخونده پرسید. در گفتن بسیار گپ‌ها را میگویند اما از گفتن تا کردن بسیار فرق است. میگویند که حکومت از آن مهنت کشان شد اما این آدمانی که در مهمانخانه چارزانو زده نشستند با مهنت کشان چه مناسبت دارند؟ گفته عرابکشی به داخونده جوابهای قناعت بخش داد. بعد از ساعتی از آشخانه قرغان طبقهای پر از آشی پلاو برآمده پس دنبال به مهمانخانه در آمدن گرفتند. سییسان و عرابکشان که خیلی گرسنه مانده بودند از دیدن آشی پلاوهای گرمی گوشت مرغناک بغش از سردی هوا به بالا پیچیده می برآمد. اشتهاشان باز هم قازگیرتر شدن گرفت. مگر به ما آش نمیدهند؟ گفت یکی از سییسان. کلانان سیر شوند می شود. ما بغش را دیدیم بس. گفت یک عرابکش. پولنا کباب می خورد بی پول دودی کباب. گفتم که بسیار درست است. گفت دیگری. حق گپ را تو گفتی. گفته کسی نقل کننده این مقال را تحسین کرد. سییسان و عرابکشان باز به چخچخهای خود مشغول شدند. بعد از ساعتی انا به ما هم نیم نگاه شد. گفته یکی از سییسان به طرف مهمانخانه اشاره کرد. همه به آن طرف نگریسته دیدند که در واقع پیش خدمتان آشهای سرقد را از مهمانخانه برآورده به طرف اینها می آرند. آش آمد. هرچند خنک شده روغنش یخ بسته باشد هم سییسا و عرابکش‌ها با اشتهای تمام خوردند. حتی شکم‌ها سیر، غم‌ها دور شد گفته شکرانه هم کردند. من یک آب یافته خورم؟ گفته کسی از میان برخاست. من برای دست شستن آب نیافته عاقبت دستم را با برف شستم. تا هم به جای آب برف خوردن گیر. گفته دیگری راه نشان داد. نه، در این هوای خنک برف آدم را بیمار میکند. به مهمانخانه را در آنجا باید آب باشد. گفته سیومی مصلحت داد.
کسی که تشنه مانده بود به در مهمانخانه رفت، اما به در آمدن دلیری نکرده به پیش در راست ایستاده ماند. به درون مهمانخانه چق چق گرم بود. دوستابا افندی، انتخون شما هم به حالی حصار و کولاب انتخین خیلی حالدان هستیده؟ گفت صدرنشین مهمانخانه. خوشه از سرتان گردم تقصیر جان افندیم تخصبا نگویده؟ مگر شما انتخین از تخصباگی خود انتخین آر میکنید؟ از تخصباگی آر نمیکنم، لیکن حالی زمانه گنده. این در زمان امیر ایناق بود، این تخصبا بود، این یه سال باشی بود. گفته یک قسم آدمانی پست به عملداران کهنه گپ میپراندند. زمین را آب ویران میکند، آدم را گپ گفتند. اگر همینطور گپ شدن گیرد، خود شما هم بدک دومی ما جنگل میبندید. نه خدا نکند. حکومت شورای انتخین بخارا، حکومت خلق انتخین بخاراست. انتخین گپ را انتخین بدیل خود را ندید. حکومت ما از عملداران کهنه و از بایها هم استفاده میکند. هر کس که انتخین به حکومت صادقانه خدمت کند، انتخین منفعت خلق را، خصوصا مهنت کشان را در نظر انتخین داشته باشد، همیشه گلی سرسبت انتخین حکومت امان است. انتخین مرزا اسماعیل دیوانبگی را انتخین ندیدید؟ با وجود اینکه انتخین در زمان امیر از مخربانی درگاه بود، انتخین همه خرج و دخل امیر انتخین از دستی وی میگذشت. حتی در روزهای جنگ هم انتخین وکیل آذوقه لشکری امیر همین شخص بود. از بس که صداقت خود را انتخین به ما اثبات کرد، به شهر سبز بر انتخین یک ولایتی کلان انتخین او را وکیل آذوقه کرده فرستادیم. اگر خدا نکرده کار به دست انتخین حالا گفتید که انتخین آدم های پست افتد، خاطر جمع باشد که انتخین در سر حکومت ما هم نمیمانیم. به حکومت شورایی خلق بخارا بدگمان شدن ما و شما نادرست است. گفته یک عملدار کهنه دیگر به تخصبا نگاه کرد و اعلام نمود. از دولت حکومتداران شورایی خلق بخارا به عمل کهنه ما یک لقب نو هم همراه شد که ما را در زمان امیر تخصبا دیوانبگی ایناق می گفته باشند. حاضر جناب تخصبا افندی، جناب دیوانبگی افندی و جناب ایناق افندی می گویند. از پیشگاه مهمانخانه کسی آغاز خیستن کرد. دیگران از وی پیشتر جسته از جایهای خود خیسته دست بسته تعظیم کرده ایستادند. پیش خدمت جاروبی را به دست گرفته دویده از خانه بیرون برآمد و به پیشی در کسی را دیده. گریز داخونده وکیل افندی برآمده ایستادند. من برای آب خوردن آمدم، اگر باشد یک کاسه آب دهید. گفت داخونده. در اینجا آبی بیکار نیست. یک مشک آبی شیرین هست که مخصوصا جناب وکیل مختار افندی و همراهانشان است. اگر تشنه مانده باشی در پیش قاضی خانه زردآبی عبدالله خانی هست که آنجا رفته آب خوردن گیر. گفت پیش خدمت و داخونده را که از در مهمانخانه دور میشد دوباره جیغ زده به دستش جاروب را داد. از اینجا تا در خلاجا برف ها را رفته تازه کن. احتمال وکیل افندی برای طهارت چینی برایت. گفته امر فرمود. پس از به خلاجا رفتن وکیل مختار نورالدین خوجه عالقی قرشی از مهمانخانه برآمد و در وقتی که کفش خود را می پوشید به گوش پیش خدمتی که محرم حاکم سابق قرشی بود آهسته: نظری جدیدها به ما درست کو. ما بیهوده در حق مفتی محمود خواجه بهبودی و همراهانش بدگمان شده آنها را نابود کننده بودیم. گفته هم خرسندی و هم اظهار ندامت کرد. فصل 15. بزم تگی کرپگی. شهر بایسون از عادت بیرون جمعیت پیدا کرده، کوچه و حوله هایش از آدمان شکل و شمایلشان گوناگون و لباسشان رنگارنگ پر شده بود. در اینجا از النوکران تلپک دراز قامت بلند کارد و فوتدار کلیف
و لب آب گرفته تا شاه بچگان کرباس، دستار کفش چوبین پوشی کلتک و کماندار درواز و عملداران شمشیر و ملتق شاهدارناک حصار، کولاب و قراتیگین یافت می شدند. البته در این جمع آمدگاه قبیله ها سپاهیان جامعه ابریزی کلام پوش کمربندی تیلاناک بخاری، خصوصا نزدیکان دربار امیری گریزه، در خودفروشی و خودنمایی از دیگران بالاتر می ایستادند. حاکم بایسون مختار جان نانوای که با یک بازی تاریخ و جلوه تالی امیر خود را به خود میهمان کرده است، کوشش میکرد که صاحب دولت خود را راضی و خوشنود گرداند. اگر خدا بازگشته دولت تخت بخارا را به امیر نصیب کند، شاید به سبب این نیکو خدمتی و منصب کلانتر از حاکمی بایسون برسد. بنابراین حاکم اگرچه از یک طرف از شکست امیر به بیمی جدا شدن از حکمرانی در غم و اندوه افتاده باشد هم، از طرف دیگر با امید آینده یک درجه خرسند شده از شادی سری کلابه خود را گم کرده خدمت می کرد. چنانچه به ضمن آنکه به امیر از لباس قماش و نقدینه گرفته تا اسب و بچه و دختر نه گانه پیشکش کرده است، در چارچنار نام موضعی که در شمالی قرغان بایسون بوده در خوش هوایی مشهور است، برای استراحت روزانه امیر نیشه منگاه ها تیار کرده، خیمه و خرگاه ها زده، چادر و شامیانه ها برپا نموده ضیافت بسیار عالی آماده کرده است. حاکم پس از گذرانیدن پیشکش های خود از نظر امیر به امام قل که مقرب درگاه امیر بود عرض کرد که اگر حضرتم میل سیر و گشت و استراحت داشته باشند، موضع چارچنار منتظری تشریف قدوم همایون است. البته خاطر عالی به سبب بیادابی های بلشویکان و جدیدان بیدین خیلی قدرت پیدا کرده است. به ضمن این به سبب کوفت راهی چند روزه هم که از بخارا تا به اینجا گویا به یک سواری آمدند خیلی معلول شدند. در این گونه وقت سیر و استراحت بسیار مناسب است، لیکن برای اینکه استراحت خشک نشود بزم هم تیار کنید، گفت امام قل. اما در این شهر خواننده و تنبوری هایی که مناسب بزم همایون باشند یافت نمی شوند. از این وجه عذر تقصیر ما را به سده سنیه رسانید، گفت حاکم. بزم مقرره آنقدر حاجت نیست. امام قل می گوید مقصد من بزم تگی کرپگی است. اگرچه برای این کار همه چیز تیار است، حاکم می گوید به فهم من این کار را تا شب موقوف مانیم بهتر است، زیرا روزهای غذا روزانه در یک صحرا به پیش چشم غازیان این گونه بزم کردن آنقدر خوب نمی شدگی است. در همین وقت امیر برای غذا طلبانی که از حصار و کولاب و بلجوان و درواز و قراتیگین به پیشواز و یاری خودش آمده بودند، در قرغان بایسون ضیافت فرموده خود اسب طلب کرده با نزدیکان خود به طرف چارچنار راهی شد. امام قل و حاکم هم پیش از آن که درباره بزم تکی کرپگی به یک قرار آیند، از پای خود را سوار شده حاکم پیش و امام قل از دنبال امیر اسب دواندند. سرکردگان، شاه و بچگان، عملداران و النوکران در قرغان بایسون به سری دسترخوان جمع شده به آشخوری مشغولند. افسوس که میگفت یکی از سرکردگان حصاری جناب عالی بیدلی کرده گریختند. اگر تا رسیده رفتن ما خودداری میکردند شمشیر خود را نمایش داده. با این شمشیر خود تنها خودم به صد بلشویک و جدید جواب میگفتم. تنها از دست خودی جناب عالی سرکرده دیگر میگفت چی می آید؟ نمکخوران دربار عالی باشند همه تنپرور و بنده عیش و عشرت هر روزه خود هستند. اکنون که حضرت هم از سرکردگان و عملداران دربار جانسپاری ندیده به این جانب آمدند، ما کی بودنی خودهامان را نشان میدهیم و اساسه و دبدبه پادشاهیشان را دوباره برقرار کرده خودمان هم سرخ روی شده گلی سرسبتی بارگاه میشویم. هنوز طبقهای آش پلو نیمه نشده بود که
آوازه جناب عالی آمدند، جناب عالی آمدند در میان افتاد. مهمانان غذاطلب می‌خواستند که آشخوری را گذاشته برای پیشوازی ولی نعمت خود برخیزند. دسترخوانچی حاکم: سفارش عالی چنین است که کسی از جای خود نجنبد و همه از دولت عالی خاطر جمعانه به آشخوری مشغول باشند. گفته آنها را به سر دسترخوان نگاه داشت. امیر با نزدیکان خود آمده و قرغان فرآمد، لیکن فرآمدن همان بود و برآمدن همان. تنها همین قدر فرصت گذشت که حاکم بایسون را مصادره کرده همه چیزهای قیمت بهای سبک او را با نقدینه و اسباب زینت زنانش به دست درآورد و بقیه چیزهای قرغان را با چیزهای برداشتنش دشوار حاکم برغان جا بجا گذاشته زود سواری کرد. حاکم هم از این گریز ناگهانی زیادتر از ناخشنودی امیر نسبت به خودش اندوهگین شده با یک قبط لباس کهنه و اسب و خمچین سلط از دنبال امیر روان شد. نگفتم که بزم تکی کرپگی در کار است؟ دیدید که طبع جناب عالی از این کوتاهی شما چقدر ناخشنود شد. خب ضرر ندارد، این کار به شما و دیگران در آینده عبرت می شود، گفته امام قل حاکمی یارغو شده را تسلی می داد. بعد از 10 دقیقه در قرغان غیر از مهمانان غذا طلب دیگر جانزادی نمانده بود. لیکن از طرف غربی شهر بایسون از کوه پاسرخ صدای تتتت تتتت تت می آمد. بنابراین مهمانان بهادر هم با دلهای کشال آشخوری را نیمکاره گذاشته برخاستند و برای یاری دادن به امیرشان از دنبال وی رفتنی شدند. لیکن از اسب و سواری هاشان اثری نمانده بود و همه را آدمان اسبشان مرده یا مانده شده امیر و عملداران پیاده از دنبال رسیده آمده او سوار شده رفته بودند. بنابراین این بهادران هم پیش از آنکه کلتک، شمشیر، ملتق شاخدار و کمان غولک های در میدان جنگی با بولشویکان کار فرمایند به سر دهقانان آزمایش کرده دیدند و به سایه این یراق ها از دست فقرای خاکباش اسباشان را در ربوده از دنبال امیر بدر کندند. 80 نفر عسکر سرخی با پولیمیات و ملتق مسلح از کوه پاسرخ فرآمده به شهر آمدند که در آنجا جانزادی نی، اما حولی ها با چیزهایشان به حال خود گذاشته شده بودند. در قرغان باشد دسترخوان ها پهن، آش ها در طبق ها، بعضی دیگ ها پر از آش تازه بوخ و در بعضی دیگرشان برای پی در پی رسانده ایستادن نهاری امیر آب و روغن آش تیار بوده، مهیای انداختن برنج است. عسکران سرخ پس از تحلیل کیمیایی کرده دیدن آشها از این ضیافت بی محنت به قدر دلخواه تناول کردند و پس از آن در پی آدمیابی افتاده به بیرون شهر چند نفر را فرستادند. اینها پس از جستجوی بسیاری 1-2 نفر را یافته آوردند. عسکران سرخ با زبان خوش و معامله دوستانه آنها را به خود رام کرده معنی انقلاب، سبب قیام خلق به مقابل امیر و عملدارانش را به اندازه‌ای که یک دهقان بفهمد به آنها خاطر نشان کرده از غنیمت‌های قرغان یک مقدارش را اصل این مال خود شماست گفته به آنها دادند و گفتند که ما تنها برای دنبالگیری امیر آمده بودیم، لیکن با دهقانان و فقرا باشد هیچ دشمنی نداریم، بلکه یاری دهندگان و خلاص کنندگان آنها می باشیم. بنابراین ما حاضر به لشکرگاه خود برگشته می رویم. شما با فقرا فهمانید که به شهر آمده به چیزهای خود صاحب و بیچارگی خود مشغول شوند. عسکران سرخ به سر منزل خود برگشتند. مردم هم این گونه معامله دوستانه عسکران سرخ را شنیده به شهر باز آمدند، لیکن تا برگشته آمدن مردم شهر از طرف تاراجگران بادیه گرد و عملداران گریزه امیر تماما غارت شده تا پرچه بوریا در خانه کسی چیزی نمانده بود.
فصل 16. شخصی سراجنشین. از بویسون تا دوشنبه در شهر و قشلاق‌های سریرا جانزادی نمانده است. گریزگان امیری همه را در واهمه انداخته گریزانده، مال و اسباب‌های آنها را به قدری که می‌توانند تاراج کردند. در دوشنبه هم کسی نمانده است. امیر به نیت گریختن به افغانستان به طرف قرغانتیپه رفته است. مردم قشلاقی و صحرایی اطراف حصار و دوشنبه همین طریقه گفتگوزارها کرده برای آینده مملکت اندیشه می کردند و فکرها می راندند. برای آسایش مملکت و خلاصی یافتن از دست تاراجگران امیری زودتر به بلشویکان و جدیدان پیشواز برآمدن و آنها را گرفته آوردن در کار است. این فکر که از طرف دهقانان به میان پرتافته شد از طرف عامه قبول یافت. برای پیشکش مقدار آذوقه و برای علامتی تسلیم یک علم سفید هم تیار شد. محمد نظر قدر زبان روسی را می داند. همین شخص را پیش اندازیم خوب می شود گفت کسی. این فکر هم معقول شد و خود محمد نظر هم قبول کرد. بلشویکان حاضر در کجا باشند؟ یکی از پیشوازچیان پرسید. نظر به قول آدمان امیر در سری آسیاند. نه، من شنیدم که در دهنه بودند. اینها همه گپ‌های بردروغ آدمان امیر است. مردم را برای ترسانده گریزانده چیزهایشان را تالان کردن چون این آوازه ها می کنند. خبر پخته همین است که یک درجه به بایسون آمده بازگشته به در بند رفتند. استان اینها که هاند؟ یکی از پیشوازچیان گفت. همه به طرفی که وی اشارت کرده بود چشم دوختند. یک دسته مردان مسلح می آیند. پیش خودهاشان دو اسبی را که بر بالای آنها یک سراج بار کرده شده است می رانند. در حقیقت اینها که ها باشند و بر بالای سراج که خوابیده باشد؟ دیگری از پیشوازچیان با تعجب این سوال را داد. اینها هم همان شم قدمان امیرند که می خواهند در آخر ایام دولتشان باز یک بار دیگر ما را تاراج کنند و با شومی قدم خود مملکت را هم به تک پای بلشویکان پامال کنانند. این سراج نشین البته یا مرده است و یا بیمار. دسته نزدیک رسیده آمد. کسی از میان دسته آمده از پیشوازچیان مقصد و مرادشان را فهمیده رفت. سراج نشینی که هنوز پیشوازچیان مرده یا زنده بودن او را نمی دانستند، بیان که سر خود را از بالیش سراج بردارد دستش را بالا کرده اشارتی داد. به مجرد این اشارت دسته مسلح مانند گله گرگانی که خود را به رمه گوسفندان زنند به مردم صلح و آسایش جوی پیشوازچی زدند. در نیم ساعت چندی را کشتند و چندی را مجروح کردند و باقی ماندگان پراکنده شده به هر طرف گریختند. چیزهایی برای پیشکش تیار کردهشان به دستی دسته مسلح و شخصی سراج نشین افتاد. شما گفتار 24 را از سلسله خوانش بدیعی از داستان استاد صدرالدین عینی داخونده شنیدید. راوی حبیب الله عبدالرزاقов.